هنر و آموزش آن امروز برای هر نفر دسترس گشته است. این امکان می‌دهد که صف هنرمندان بیشتر، شماره زنان بیکار کم و نوع‌های هنرمندی رشد یابند. هنر را بزرگان چشمه زاینده و دولت پاینده گفتند که واقعاً راست است، زیرا شخص هنرمند دولت و شهرت همیشگی دارد که آن را با یگان زر و زیور دنیا برابر نمی‌توان کرد. از این لحاظ تشکیلات جمعیتی شاه صنم در شهر بستان محفل و کورس‌های آموزشی را برای زنان و بانوان امکانیتشان محدود و مادران فرزندان معیوبیت داشته تأسیس نمود تا اینکه زنان و مادران هنر آموخته از حساب کار دستی خود زندگیشان را آباد نمایند. تشکیلات مذکور هنوز سال 2012 تأسیس یافته بود و تا این دم شماره زیادی هنرآموزان را صاحب هنر کرده است. تا امروز ما با والدانی که کودکان معیوب دارند و شخصان معیوبیت داشته کاربری میکردیم، فعالیت میبردیم. اساسا مقصدی کاری ما اون بود که جوانان معیوبیت داشته، دخترکان معیوبیت داشته هنر آموزند، با یک هنری خود زندگی خود را پیش برند. و سال 2023 یک لایحه داشتیم که با دستگیری فوند ابلیس لایحه ما عملی گشت. بعد از اون ما دیدیم که چقدر طلبات برای هنرهای مردمی زیاد گشت. ما وقتی که گروه را جمع کردیم، جوان دختران را جمع کردیم، مادرانی که کودکان معیوب دارند اونها را جمع کردیم و جلب کردیم، فهمیدیم که چقدر هنری که ما خود داریم، هنری ملی که ما داریم چقدر نازکی‌های زیاد دارد و طلبات زیاد اینچنین دارد. بعد از لایحه خود ما نقشه گرفتیم با طلبات و با درخواست همین گروهمون گرانت های رئیسی شهر نویسیم. ما کمک کردیم برای دخترکان و دخترکان ما یک چند نفر گرانت رئیسی شهر رو گرفتن. از گروهمون باز یک چند تاشون گرانت رئیسی ولایت رو گرفتن. هستند مادران والدانی که در همین تشکیلات ما آمدند و فعالیت خود را آغاز کردند، گرانت پرزیدنتی را نیز گرفتند. ما فخر میکنیم که ما توانستیم کمی هم باشد سبب شدیم که به زندگی آنها، به فعالیت کاری آنها کمک کردیم. مخبره حاجی‌بایوه میگوید که هنرآموزان گروهش نهایت پرمحصولند و نوع‌های زیادی هنرها را از خود کردند و موفق گشته و دستاوردهای نظررس نیز نائل شدند. او همچون راهبر تشکیلات برای به فروش رفتن محصولات آماده کرده آنها کمک می‌رساند. برای این صفحه‌های اینترنتی را فراوان استفاده می‌برد. اگر گوییم مسئله هنر برای زنان و دختران، ما از همین سال 2013 سر کرده باشیم. پخت و پز رو یک گروه تیار کردیم برای زنان و دختران. قنادی بود، همکاری با تشکیلات جمعیتی تمایل‌های گوناگون انکشاف در شهر خوجند بودند. با همکاری آنها این هم یک لایحه نظررس بود که چند نفری آنها هم با قنادی مشغول هستند، در خانه میشینند، مادران قنادی میکنند. و یک گروه دیگر ما تشکیل کردیم که آرایش موی، حسن زن، و از آن هم من یکی از آنها نائل شدن به گرانتی پرزیدنتی عزیزمان. و با دیگر گروه ما گروه دوزندگی بود. زنهای ما دوزندگی را آموختند، با خود لباس ملی می‌دوزند و هنرهای مردمی را با اینچنین پیش میبرند. بعد از آن باز همین آخران لایحه ما همان بود که مهر بافی ملی و معاصر. من خود بسیار شوق مهر بافی را داشتم از خردی. خود همون شوقی که در من بود از نو احیا شد، یعنی که بیدار شد. هم فعالیت خود را میبرم، هم مهر بافی میکنم، هم برای دخترکان میآموزانم.
در قلعه شهر خوجند مغازه های هنرمندان هست. با مغازه های هنرمندان شاگردان میبرند، اونجا میبرند. در اونجا سیاحان خریداری میکنند. برای سیاحان بسیار پسند است. اساساً از همین ارمغان هایی که پرچم ملی ما رو نشان میدهد و تاقچه های ملی که ما پیشنهاد میکنیم بسیار پسند است برای سیاحان. برای خود دستاویز به دولت خود میبرند. اینچنین ما یک صفحه خود را داریم در اینستاگرام، در فیسبوک داریم. کارهای خود را در آنجا میگذاریم و مزاجان از آنجا الکی میتوانند برای ما مینویسند، خریداری میکنند. در این گروه امروز بیشتر به مهره بافی توجه نمودند و از مهره ها هر گونه محصولات آرایشی زنانه را از قبیل گردنبند و دستمال و گوشوارهای زیبا آماده می کنند. اگر به نقش و نگار محصولات آماده شده توجه نمایید، می بینید که آنها صرف ملی هستند. نقش و نگار به نقش های متوی اطلس و ادرس مانندند. آفرنده این زیبایی ها مخبر حاجیبایوه است. میگوید که نقش ها در سر دکان تولید می شوند، یعنی او ایجادکار حقیقی زیبایی است. همین مهره هایی که ما اساساً من نقش میکشم و میبافم و برای شاگردان اینچنین توصیه میدهم. نقش و نگاری ملی اطلس و ادرسی تاجیکی خود رو معرفی میکند. نقش ها زیاد هستند، در سامانه ها زیاد هستند. نقش و نگار هایی که من اینجا هستند، این از الکی از نقش و نگاری با کامپیوتر آماده شده. این نقش در همه جا هست. من میخواهم همون نقش رو معرفی کنم که نقش و نگاری خودی ملی تاجیکانه باشد. نقش های بنا پامیری هست که دختران ما با دست خودشان بافتگی. گل ها هست، لیکن ما کوشش می نماییم که اطلس و ادرس رو بسیارتر کنیم و معرفی کنیم. وقتی که من در آزمون ها پیشنهاد می کنم محصولات خود رو، اساساً همین اطلس و ادرس پسندی تاجیکان می آید و اینچنین به خارجه. وقتی که من به دولت ازبکستان رفتم و محصولات خود رو به نمایش به ایران روانه کردم، در آنجا لایق جواب گشتم، جایزه گشتم، سرتیفیکات دادن. سپاسگزارم به این تشکیل کنندگان که ما هنرمندان رو روح بلند می سازد. و نقش و نگاری ملی ما این هنری تاجیکانه، یعنی که اطلس و ادرس هم تاجیکی هنری ما رو معرفی می کند. اطلس و ادرس هم خود زیبنده لباس ملی می باشد. بسیاری مزاجان بسیار پرسان می شوند که نقش رو شما از کجا می گیرید، به ما هم روان کنید. وقتی که من ریسمان رو می کشم و سری انهمی ستناک می شینم، الکی وقتی که من ریسمان می کشم به سری انهمی دکان می شینم، من از فکر و خیال خود با الهام نقش رو از خیال خود ایجاد می کنم. برای کاغذ راست گپ یگان نقش نیست که من اول آماده سازم و به دکان درارم، لیکن من حرکت می کنم همین نقش های خود رو به صورت گیرم، به چاپ دیم و به شاگردان روان کنم. نقش های من همش از الهام خود، از فکر و خیال خود ایجاد می کنم. مثل دیگر هنرها مهره بافی نیز نازکی های خود را دارد. هم در رفت آماده کنی و هم در انتخاب مهره و رنگ آنها هنرمند باید طبع بلند ایجادکاری داشته باشد. هر یک محصولات این بانوان به یکدیگر مانند نیست و ارزش چنین محصولات البته از همین سبب بلندتر است، میگوید مخبره. اصلا هنری دستی ارزشی بلند دارد و شخصانی که این را درک میکنند واقعا به قدر کاری دستی میرسند. این مهره بافی ممکن که از نظر مزاجان همش یک نمود باشد، لیکن وقتی که ما مهره بافی میکنیم برای یک نقش را آفریدن، برای یک دیزاین همین اطلس رو آفریدن، یک چند رنگ رو ما آماده میکنیم. اول میبینیم که کدام رنگ با کدام رنگ راست می آید. رنگ هایی که برای ما آماده است همون رو میگیریم. وقتی که ما به مزاجان مراجعت میکنیم که با کدام سنگ کار کنیم،
باز سنگ‌های هم نمودی زیاد دارند، هم رنگ زیاد دارند. یک سرخی که ما می‌بینیم رنگ همین سرخی که اگر حاضر ما گوییم مثلا همین 10-15 رنگ همین سرخ هست در ما که این هم نازکی خود را دارد. جلوی انمین نقش رو دیگرگون می‌کردگی اساسی رول انمین رنگ میباشد. برای همین سنگ‌هایی که ما کار میکنیم نرخش هم دیگر هم محصولات هم نقش هم سنگ همش بسیار نقش کلان رو میبازد. برای همین مثلا گیریم اگر از سنگ قیمت‌بها آماده سازیم این سنگ‌ها قیمت‌بها میباشند. در شهر خوجند راستی گپ یافتن بسیار دشوار است. ما این رو علاقه فرمایش میدیم، این رو بعد از فرمایش بعد استفاده میبریم، دسترس میکنیم. وقتی که ما سنگ قیمت رو میگیریم با سنگ قیمت تیار میکنیم البته محصولات ما قیمت میشود. بعضی مزاجان میبیان قریب که با نرخ طلا برابر میگویند. اساسا همین کاری دستیه که با همین سنگ‌های قیمت ما کار میکنیم، سنگی که جلو دارد با این سنگ کار کردن خیلی دشوار است. برای آنکه ما هفته‌های زیاد ماه‌های زیاد وقت صرف میکنیم برای یک محصولات رو آماده کردن. وقتی که ما با سنگ ارزشش ارزانتر کار میکنیم بسیار آسانتر ممکن که در دوام یک هفته آماده کنیم. لیکن وقتی که ما نقش رو ترتیب میدهیم و اطلس و ادرسی که به ما روان میکنن ما نقش آماده میکنیم برای وی تیار میکنیم این هم وقت زیاد رو میگیرد. برای همون هر یک کاری ما هر یک محصولات ما با یکدیگر مانندی ندارد. خیلی که علسی ما صد رنگ دارد، صد خیل نمودی نقش را دارد. این محصولات هم همیشه یگان اگر در همینجا دیده باشید یک چند نمودی اطلس است یگانتش به خود مانند نیست. هر یک نقش از یکدیگر فرق میکند. ما کوشش میکنیم که همین محصولات ما یخیله نباشد، دیگرگون باشد. در گوشوارها باشد هنر زرگری استفاده می شود و این هنر نیز از قدیمترین هنر ملی ما بود. گوشوارها را هم به نمودی تاجیکانه آماده می کنند. هر یک محصولات زیبایی و جاذبه الهیده دارد که دقت هر بیننده را به خود می کشد و مفتون می سازد. حاضر برای دخترکان من هم دستپانه ها تیار میکنند. دخترکان ما گوشوار تیار میکنند، گوشوارهای ملی با لباس ملی. عروسا میبیان با میکنند، عروسایی که میبیان و با ما فرمایش میدهند لباسهای خود رو با ما پیشنهاد میکنند. برای لباس آنها ما از همین محصولات خود پیشنهاد میکنیم. مثلا این گوشوار رنگ فیروزه را دارد که وقتی که عروسا میبیان با اطلس هایی که رنگ فیروزه دارد این رو طلب میکنند ما آماده میکنیم. وقتی که عروسای ما میبیان و با کرته های سفید وقتی عروسی به با این خیل مروارید های سفید این رو پیشنهاد میکنیم. یک چند نمود گوشوارها هست که میتوانند اینجا برای خود انتخاب کنند. این گوشوار از یک دید زیبا است. تا آماده کردن این گوشوار خیلی وقت زیاد را میگیرد. برای آنکه کاری زرگری است، برای آنکه هر یک همین سنگ هایی که در اینجا هست، هر یک آهنچ هایی که هست، اینها ما باید هر یک چین کنیم، نقش بگیریم، با اینجا پیوست کنیم. انبورچه هاش هست مثلا. برای این گوشوار رو آماده کردن ما تجهیزات دارد. هر یک تاش چخی دوره میکند، چخی راست میکند، حلقه هاش رو میپیچد. برای آماده کردنش این هم وقت زیاد رو میگیرد، نازکی های خود رو دارد. ما کوشش میکنیم که هر یک محصولات آماده ساخته ما زیبا باشد، برای مزاجان پسند آید. وقتی که ما همین کار رو آغاز کردیم و تشکیل کردیم از این سامانه ها را دختران زنها پرسان میشوند و می آیند. موفقیتی ما در آن که علاقه در طول مدتی کوتاه ما مزاجان زیاد را به خود جلب کردیم و گرانت های رئیس شهر خودم نیز گرفتم. گرانت شهری نیت دارم گرانت رئیس ولایت را گیرم. در نقشه دارم میخواستم شاگردان ما بسیار شوند، زنهای خانشین، دخترکان خانشین که در خانه میشنند و هنر ندارند میتوانند آیند به محفل ما اشتراک کنند،
ҳунарҳои мардумиро ёд гиранд, аз худ кунанд, зиндагии худро пеш баранд. дар идомаи барнома мехоҳам аъзоёни ин гурӯҳро дар алоҳидагӣ муаррифӣ намоям, зеро ҳар нафари онҳо имрӯз дар ҷоддаи ҳунармандӣ муваффақ гаштаву худ устод мебошанд. сокини шаҳри Бӯстон Назира Қайюмова нахуст дар ин гурӯҳ ҳунари дӯзандагиро омӯхт ва сипас аз пайи омӯзиши дигар ҳунарҳо гашт. мустақилона имрӯз либос медӯзад, юрмадӯзӣ мекунад, мӯҳра мебофад ва аз омаданаш ба ин ташкилот ниҳоят хурсанд аст. барояш гирифтани гранти раиси шаҳри Бӯстон муяссар гардид, ки маблағи онро барои харидории машинаи попурзанӣ сарф кард. ما از 2023 امین‌های اومختیم مهربافی و چهوری اول خوندیم سالی مهربافی کردیم یورمدوزی هم یاد گرفتم من پیشم کم کم از اینترنت دیده میخوام برسلت و حلقه یا میخوام میساختم این خیلی چیزایی نمیتونستم راستیگه سالی همینجوری اومده این به شوقتان باشد یاد میگیرید اولش بس قهیم بود و سالی مشکل بود فرمایش میشد فرمایش کده میفروشیم زندگی و کمتر یاردم میشد بعد از که ختم کردم چهوری رو بعد وقتی که شهادت نامه گرفتم بعد گرانتی رئیس شهر گرفتم нуқрабиби бобоева низ аз фаъолони ҳамин гурӯҳ аст. бештар армағонҳо омода мекунад. шод аст ки бо ин ҳунараш тоҷикистонро ба ҷаҳон муаррифӣ менамояд, зеро армағонҳои ӯро бештар сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ харидорӣ мекунанд ва ҳамроҳ ба кишвари худ мебаранд. ҳунарманд ҳастам. дар асл ҳамшира будам. аз сабабе ки маъюб ҳастам ҳеҷ ҷо кор намекардам. бо дастгирии президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ эълон гардид. ман дар ин фурсат истифода бурда ба ҳамин ҷамъият омада ташкилоти ҷамъияти Шоҳсанам курси чевариро аз худ намудам ва ба соҳиби диплом гаштам ва ба худ мақсад гузоштам ки лоиҳаи худро ба раиси вилоят пешкаш намоям. бо дастгирии раиси вилоят хушбахтона соҳиби гранти раиси вилоят гаштам. маблағи 5000 сомонӣ ва маблағи гирифтаи худро мақсад гузоштам ки ба ҳунарҳои миллӣ сарф кунам. дар овони ҷавониам ман ба ҳунарҳои қуроқдӯзӣ машғул будам. ин ҳунарро аз модарам омӯхтам. лоиҳаи ман хӯроқдӯзӣ ва армағонсозӣ буд. мехоҳам ки ҳунари худро ба занон духтарони имконотшон маҳдуд ройгон омӯзонам. имрӯз мо занон ба чунин ҳунарҳо машғул ҳастем. дар хона шита кор мекунем ва каме бошад ба бюҷети оилавии худ кӯмак мерасонем. мегӯям ки ба занҳои хонашин ҳамин ҳунарҳои миллиро омӯзанд, аз худ кунанд, зиндагии худро пеш баранд. ҳунарманди дигар Азиза Эганова бошад, маҳорати худро дар мӯҳрабофӣ нишон дод. дар дӯконҳои махсуси мӯҳрабофӣ гарданбандҳоро бо нақшунигори миллӣ омода мекунад. омӯзиши ин ҳунар дар аввал камтар душвор буд, мегӯяд Азиза, вале имрӯз аллакай дар ин самт муваффақ гаштааст. аз 2023 сол мо ин ҳунара омӯхтам ба омадам. ман дар хона мешитам. ман фаҳмидам ки инҷо бемахай ҳунарҳо омда ҳамин ҳунарҳоро аз худ кардам. мӯҳрабофӣ, сумкачабофӣ, дӯзандагӣ, аз дӯзандагӣ диплом гирифтам. бекор дар хона наменишинаму курто медӯзам, мӯҳрабофӣ мекунам. ин бофтосаги чизам гарданбанд мебошад. иноя куртои миллӣ кати мепӯшам. аввал нақша мекашем, баъд сони имани станок ва респоноша кашида, ҳисоб карда кашида, сони рангоша падбор карда, сони корро сар мекунем. хоҳарон Марворид ва Парвина Манонваҳо аз деҳаи Сомхори ноҳияи Бобуҷон Ғафуров барои омӯзиши ҳунар омаданд. Марворид мисли номаш Марворид эҷод мекунад. маҳсули дастонаш ниҳоят зебо ҳастанд.
این آرایشات زیبا را همراه خواهرش آماده می کنند. پروینه گلها را می دوزد و مروارید باشد آن را به شکل می درآورد. من به اینجا سال 2024 به اینجا اومده از معلمم مهره بافی رو آموختم. من از خردی بسیارتر بافندگی میکردم و به اینجا اومده و مهره بافی رو دوام دادم. ما با همراهی معلمم به آزمون فستیوال ها رفته کارهای خود را نمایش دادیم. این یک نمودی حلقچه می باشد که این نمودی تاقچه را دارد و این را ما با فستیوال ها برده می خواستیم که به دیگر دولت ها معرفی کنیم. این را من با همراهی خواهرچم این را تیار کردم. وقتی که در فستیوال ها اشتراک میکنیم و سیاحان آمده و به آنها خیلی پسند می شود، بهای بلند داده آنها به خود خریداری می نمایند. من آرزو دارم که در آینده به دهه خود رفته این هنر را و رواج و رونق داده به دیگر دخترانی دهمان یاد دهم. میخواهم به گرانتی پرزیدنتی نایل کردم. این نقشه را به تاقچه من میدوزم، بعد خواهرم این حلقه را به مثل تاقچه آماده میکند. در یک روز ما این چند نمودی گوشواره ها را تیار میکنیم. آنقدر دشوار نیست، تنها ذوق باشد همه کار زیبا می آید. بله، نفر هنرمند نوابسته از موقع و امکانیتش میتواند چنین زیبایی ها را آفرد و این البته از خواهش، ذوق، استعداد و تخیل رنگین ایجادی دست میدهد. راهبر تشکیلات جمعیتی شاه صنم مخبر حاجیبای و در آینده نقشه و نیت‌های زیاد دارد. می‌خواهد با وسیع نمودن شکل فعالیت چنین گروه زنان و مادران را به هنرآموزی بیشتر جلب نماید. بعد پیام پرزیدنتی عزیزمان که یک چند مرتبه تکرار کردند، هنرهای مردمی را پیش بردن، سایقل دادن و کشوری خود را معرفی کردند. این ما رو هنرمندان رو بسیار روح بلند کرد و ما خواستیم در آینده همین کاری خود رو سایقل دهیم و رشد دهیم. حالا باشد ما میخواستیم با همین گروه یک با مادران با دخترکان معیوبیت داشته ما نیت داریم، آرزو داریم که یک цехи دوزندگی که همین شخصان معیوبیت داشته و مادرانی که فرزند معیوب دارند цехи دوزندگی کشویم و محفل هنرهای مردمی رو تشکیل کنیم که زنان تنها، زنان بیکار، زنان در خانه نشسته، عائله های آسیب پذیر توانند بیایند هنرهای خود رو پیش برند، سایقل دهند و به زندگی خود کمی باشد هم حصه گذار باشند. خوشبختانه امروز در کشور عزیزمان برای رشد و آموزش هنرهای مردمی تمام شرایط و امتیازها فراوان است و همین بود که ما توانستیم هنرهای سالها به فراموشی رفته را احیا نموده عمری دوباره بخشیم.